میهمان ناشناخته‌ای از ستارگان. کم و بیش شاید در مورد ستاره دنباله‌دار اطلس آی 3 چیزهایی شنیده اید. منظومه شمسی ما میزبان یک مهمان عجیب و شگفت‌انگیز است. دنباله‌دار 3 آی اطلس در ژوئیه 2025 توسط تلسکوپ اطلس در شیلی کشف شد. از آن زمان این دنباله‌دار توجه دانشمندان سراسر جهان را به خود جلب کرده و موجی از مقالات و گمانه‌زنی‌ها را به راه انداخته است. در این ویدیو با هم به بررسی دقیق این پدیده می‌پردازیم و می‌فهمیم چه چیزی آن را تا این حد خاص کرده است. کشف و شجره‌نامه کیهانی. اطلس آی 3 سومین جرم بین ستاره‌ای است که وارد منظومه شمسی ما شده است. پس از اوموآموا در سال 2017 و بوریسوف در سال 2019. این دنباله‌دار توسط تلسکوپ اطلس در شیلی کشف شد و با سرعتی برابر با 58 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند. تخمین زده می‌شود که سن آن بین 3 تا 11 میلیارد سال باشد. قدیمی‌تر و سریع‌تر از پیشینیان خود. این ویژگی‌ها آن را به یکی از اسرارآمیزترین مهمانان کیهانی ما تبدیل کرده است. چشم‌هایی به سوی دنباله‌دار، رصدهای هابل و جیمز وب. تلسکوپ فضایی هابل و تلسکوپ جیمز وب هر دو نگاه خود را به سوی 3 آی ATL اطلس دوختند. هابل تصویری از دنباله‌دار با شکلی اشکی ثبت کرد و اندازه هسته آن را بین 440 متر تا 5.6 کیلومتر تخمین زد. جیمز وب ساختار پیچیده‌ای از گیسو کما را آشکار کرد و نشان داد که دی اکسید کربن و مونوکسید کربن بیشتر از آب در حال تبخیر هستند. نشانه‌ای از شیمی عجیب و فعالیتی پویا. دس و درخشش غیرمنتظره. تلسکوپ فضایی تس ناسا که برای کشف سیارات فراخورشیدی طراحی شده، به طور غیرمنتظره‌ای از ماه مه تا ژوئن 2025 تصاویری از 3 آی اطلس ثبت کرد. این تصاویر نشان دادند که دنباله‌دار بسیار بیشتر از حد انتظار درخشیده است. این افزایش ناگهانی در روشنایی نشان می‌دهد که این جرم آسمانی از فاصله دور از خورشید فعال بوده و احتمالاً موادی بسیار فرار مانند نیتروژن یا هیدروژن را آزاد می‌کرده است. کشف‌های زمینی، جنینی، سیانید و دم در حال رشد. تلسکوپ‌های زمینی مانند جمینی ساوث در شیلی دنباله‌دار 3 آی اطلس را با دمی در حال رشد مشاهده کردند و انتشار مولکول‌های سیانید را تایید کردند. این دم بین ژوئیه و اوت به طور قابل توجهی گسترش یافت و با نزدیک شدن دنباله‌دار به خورشید شروع به آزادسازی سیانید هیدروژن کرد. دانشمندان همچنین دریافتند که این دنباله‌دار از نظر زنجیره‌های مولکول‌های بلندتر مانند C2 و C3 درست مانند بوریسوف. شاید این ویژگی نشانه‌ای از الگوی مشترک در دنباله‌دارهای بین ستاره‌ای باشد، هرچند هنوز نمونه‌ها بسیار اندکند. نور قطبی شده و امضای نادیده. در اوایل سپتامبر دانشمندان نخستین مطالعه قطبش نوری را روی 3 آی اطلس انجام دادند. تنها دومین مورد برای یک جرم بین ستاره‌ای. آنها شاخه عمیق و باریک از قطبش منفی کشف کردند، به این معنا که دنباله‌دار نور را به شکلی پراکنده می‌کند که تاکنون در هیچ دنباله‌دار یا سیارک منظومه شمسی دیده نشده است. این ویژگی
آن را از بوریسوف و دیگر اجرام شناخته شده جدا می کند و شاید نشانه ای از طبقه جدید از مسافران کیهانی باشد. درخشش سبز و چشمان مردم. در طول خسوف ماه در تاریخ 7 تا 8 سپتامبر، ستاره شناسان آماتور در نامیبیا تصاویری از سه اطلس ثبت کردند که با درخششی سبز رنگ دیده میشد. این رنگ ممکن است ناشی از فلورسانس کربن 2 اتمی C2 در برابر نور خورشید باشد، اگرچه پیشتر مشخص شده بود که این دنباله‌دار از نظر زنجیره‌های کربنی فقیر است. اگر این یافته تایید شود، ممکن است نشانه‌ای از افزایش ناگهانی تولید C2 باشد که رازهای تازه‌ای را به شیمی در حال تحول این دنباله‌دار اضافه می‌کند. جدل و گمانه‌زنی کیهانی، فرضیه بیگانگان آویلوب. آویلوب، اختر فیزیکدان دانشگاه هاروارد، با مطرح کردن این ایده که سه اطلس ممکن است فناوری بیگانه باشد، بحث برانگیز شد. او استدلال کرد که تخمین‌های اولیه از اندازه این جرم برای یک شیء طبیعی بیش از حد بزرگ است. با وجود داده‌های جدید از هابل که اندازه هسته را کوچکتر نشان می‌داد، لوب همچنان این فرضیه را در مقالات بعدی دنبال کرد. این ادعاها با انتقاد دانشمندان مواجه شد که بر توضیحات طبیعی و اهمیت داده‌های بازبینی شده تأکید داشتند. این بحث بازتابی از پرسشی عمیق‌تر است: علم چگونه باید با ناشناخته‌ها روبرو شود؟ نزدیکترین نقطه و مسیر پیش رو. در تاریخ 30 اکتبر، سه اطلس به حضیض خورشیدی خود رسید. نزدیکترین فاصلش با خورشید در یک واحد نجومی. اگرچه در آن زمان به دلیل نزدیکی بیش از حد قابل مشاهده نبود، اما در ماه دسامبر دوباره ظاهر خواهد شد تا مورد بررسی قرار گیرد. دانشمندان در انتظار تغییرات فعالیت، احتمال فروپاشی و سرنخ‌هایی از منشأ آن هستند. مأموریت‌هایی مانند سوهو، سپرکس، میون، هابل، جیمز وب و جمینی همچنان این مسافر اسرارآمیز را دنبال خواهند کرد. راز سه اطلس هنوز پایان نیافته است. دنباله دار سه اطلس بی دعوت آمد. نجواگری از خلا، کهن‌تر از حافظه، سریع‌تر از اندیشه. ابزارهای ما را به لرزه انداخت، تخیلاتمان را بیدار کرد و پرسش‌هایمان را برانگیخت. از لنز هابل تا چشمان آماتور، از ردهای سیانید تا نور قطبی شده، نه تنها راز خود را آشکار کرد، بلکه راز جستجو، شگفتی و رسیدن را نیز. چه فرو بپاشد، چه به سفر ادامه دهد، چه بیگانه باشد، چه یخ باستانی. سه اطلس به ما یادآوری می کند کیهان پر است از داستانهایی که منتظر شنیده شدنند و ما شنوندگان باید همچنان چشم به آسمان بدوزیم. سپاس از همراهی شما. کیهان با زمزمه سخن میگوید و شما گوش زدید. اگر این سفر ستاره شما را شگفت زده کرد، با لایک و نظر خود بدرخشید. برای کشف رازهای کیهانی مشترک شوید و کنجکاو باشید.